خدا نیتی حکومت نصیب کرده که ضد سلفی است. اینا را باز میفهمین که چطور جزا میدن. در این وطن تنها مذهب حنفی میچله، دیگه مذهب نمیچله اینجا. اونا را معرفی کنین که این نظام ضد از اون. اکثر گروه ها که هست اونا در منهج مشکل دارن، منهجشان کفری می باشه. مثلا حالا منهج امارت، چرا امارت کافر و مرتد ما میگیم یا اکثر مسلمان ها میگن؟ به واسطه که منهج امارت منهج کفری است. چگونه کفر است؟ مثال اول در نصاب منهج تربیتی امارت چیزی به نام توحید الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات، حاکمیت، امر و نهی وجود نداره. هر کس آورد ثابت کرد سر مر بگیره و پایدار بزنه و زبان خودم میبره. اقسام توحید در منهج امارت وجود نداره، در صورتی که قرآن عظیم الشان 2500 آیت درباره شناخت اقسام توحید و عقیده اسلامی نازل کرده و رد اقسام کفر و عقاید کفری. اگر در منهج امارت اقسام توحید می بود، یکی از شرایط توحید حاکمیت چیست؟ که با کفار دشمنی کردن است، با مسلمانان دوستی کردن. و اگر به منهج امارت این می بود، خب باز اینا با پاکستان دوستی کردن نمیتونستن، با ایران دوستی کردن نمیتونستن، با روس دوستی کردن نمیتونستن. این دفتر که با ضمانت روس 20 سال بیرق سفید سرش دفتر قطر بالا بود، چرا یک پتاغیر آمریکایی و کفار بالای زو نزد؟ به واسطه که اینا دوستی و ارتباط داشتن. اول در منهج امارت توحید نیست، توحید الله وجود نداره. یعنی این منهج به ضد 2,500 آیت قرآن کریم ساخته شده. یک. دوم، در منهج امارت حدود الله و تطبیق حدود و قصاص و تعزیر به شکل کامل شرعی به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه وجود نداره. یعنی بعضی از مسائل اخلاقی را دفاع میکنن، مثل مردم به نماز امر میکنن ریش نگه دارین و لنگی داشته باشین، بعضی از این مسائل آداب و مستحب و سنت ها، اما در تطبیق حدود اینا مشکل دارن. چرا؟ اینا دست ببرن، زانیه را سنگسار کنن، قاتل اعدام کرده باشن و لواطه‌کار زیر دیوال کرده باشن، حکم شریعت سرجاری کردن و خودشون در فساد اخلاقی اکثرش مبتلاست و در مرض بچه بازی و لواط و فساد اخلاقی اکثر خودشون معتاد هستن. واسه چگونه به سردگرایی را تطبیق کنن. و سوم، این منهج 1000 آیه که درباره جهاد و قتال و دشمنی با کفار حربی است. با این 1000 آیت مشکل دارن. اینها با کفار حربی پاکستان کلش کفار حربی بود. نظام انگلیس، نظام حکومتش، نظامی ایران کلش مشرکین حربی است. آمریکا کلش کفار حربی بود، روس کلش کفار حربی، سازمان بین الملل کلش حربی، حرب تبلیغاتی داره، حرب مالی داره، حرب نظامی داره به ضد مسلمین. اینا این 1000 آیت که درباره جهاد و قتال و دشمنی با کفار است، این هم شکستاندن. گفتن فقط تنها جهاد و قتال با پلیس اردوی افغانستان میکنیم، با نظام طاغوتی باز پاکستان صلح میکنیم، با ایران صلح میکنیم، با روسیه، با تمام کفار جهان به ایمان دوستی میکنیم. به این 1000 آیت هم سوم اینا کافر شدن. چهارم، منهج امارت دعوت و ارشاد و عقیده اسلامی و این چیز نداره. مثلا 400 آیت در قرآن کریم درباره دعوت الی الله و امر بالمعروف و نهی از منکر است. شما دیدین که به سایه امارت تریاک کشت میشد، سیگار میشد، شراب میشد، حتی به اصطلاح دیشانتان تلویزیون فعال بود. و فعلا هم که اینا همین نظام گرفتن، چی میکنن؟ سریال ها و تلویزیون ها هست، همون برنامه سابق که بود حد فیصدی تفاوت کرد، به حد اکثر هست. هیچ نوع نصب دکان شراب فروشی شراب خود فروخته میره، کامپیوتر کار فیلم سیکس و سوپر خود سودا کرده میره و هر کس با هر فساد اخلاقی که دوچار بود با مکار خود روان است. تغییری نیامده، فقط یک بیرق سفید سرش بالا شده بس خلاص. و اینا روش دعوت و امر بالمعروف و نهی از منکر یاد ندارن، بس خلاص. و این آیات تطبیق هم نمیکنه، با منکر مخالفت. چرا؟ اینجا در دعوت الله متعال میگه تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، با معروفات امر بکنیم و از منکرات باز بداریم. اما منکرات اینا دیدیم که گم نشد و خودشون روزانه جدید عکساشون خود زنها بیرون میشه و خود پروگراما و همو تواقیت و همو کفار که با دموکراسی مرتد شده بودن، هی به اونا اعلام کردن که بیام خود ما پس یک جاشیم، ما شما یک جا کار میکنن دیگه. اما کفر خود باز دوباره تجدید کرد. چهارم، در منهج اینا دعوت اسلامی وجود نداره. پنجم، الله متعال 150 آیت درباره پیروی کردن از منهج سلف صالحین در قرآن نازل کرده که اینا دشمن او هستن و دشمن 150 آیت هستن و دشمن سلف هستن. اینا میگن ما حنفی هستیم، ما طول حنفیانی و سلفیان نمونو، طول تمام جهاد کو. مولای هیبت الله مشرک لعنت الله علیه خودش در خطبه خود میگه که از کشتن یک وهابی و سلفی از 70 تا آمریکایی که افضل است. وقتی که یک رهبر مشرک مرتد خود از اینا که خودش مرید پیر باره است و یک پیرپرست و یک مشرک ملحد است و خودش تولد شده عیسی است و تربیت شده زو است و قرآن کریم نمیفهمه، حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمه و همون گپایی که کفار و مشرکین میگم این همون گپ میگه. پس نظام اسلام ایمان از کجا توقع است؟ پس منهج امارت با اسلام
هیچ نوع سازگاری نداره. فقط نمی تقریبا نمی 4000 آیت 4500 آیت قرآن که دموکراسی رد میکرد، منهج امارت هم رد میکرد، در منهجشان نیست. آیت مسائل خود ریزه که مسائل عبادات است که یهود به مخالفت نداره، نصارا نداره، هندو نداره، با کفار هیچ ضرری از نمیرسه، او مسائل هستند. او مسائل یهود هم موافق است. در آمریکا 12 مسجد جامع است، نمازهای خیلی خوب میخونن، مسواک خوب میکنن، تهجد اوابین میخونن، روزهای خیلی کلان دارن. اما اگر شما بیم آیات جهاد و قتال بیان بکنیم، توحید یکتاپرستی بیان بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر درست بیان بکنیم و پیروی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایر بیان بکنیم، باز اینا با کل از مشکل داره. ضمن ازی که مسلمان نیستن، بلکه به مذهب هم که خود نسبت میکنن دروغ میگن، حتی حنیفی هم نیستن، اینا سیفی هستن. سیفی یعنی همون یک پیر مشرک مرتدی بود، سیف الرحمن پیر باره. تمام علمای افغانستان و پاکستان و هند فتوای کفر او را داد. فتوای فریدی را مطالعه کنین، بسیاری از علمای جهان فتوای کفر تکید، دعوای نبوت کرد و کتابش موجود است به نام هدایت السالکین که میگه من امام الانبیا هستم، روی ما در غزوه بدر با پیامبر نمیبود، پیامبر کامیاب نمیشد. اصلا اینا تربیت شده همون یک فرقه ضاله گمراه مشرک و ملحد و بدعتی و خرافی اعتقادی اهل بدعت و کفر و شرک و ارتداد همون قبر پرستا و پیر پرستا هستند و از یک طرف هم کفرای سیاسی شون هم دنیا دید تصویراشون و سفرهاشون در کشورهای کفری و ارتباطاتشون با کشورهای کفری و در آینده هم شما خواهد دیدیم که سربازای صلیبی چین، سربازای صلیبی نظام طاغوتی ترکیه، سربازای صلیبی نظام روس باز اینا در افغانستان داخل میکنن و کفر خود و اون مردم بی‌وقوفی که حالی هم بر ریش و لنگی از اینا بازی خورده و با کفر اینا شک داره و کفر از اینا صراحتاً ثابت میشه، برای جنام ثابت میشه. و این پاکستان طاغوتی همونطور که سیاف طاغوت تربیت کرد، ربانی رو طاغوت تربیت کرد، همونطور که مجددی رو طاغوت تربیت کرد.